هموطنان عزیز سلام. امیدوار هستم که جور صحتمند باشین. اول خود شما همین کلیپ رو ببینین، برین ببینین ایره باز راجع بهش گپ میزنیم. سلام علیکم اینفسه. اینجا چیکار میکنی؟ من اینجا آمدم یه خورده مشکل داشتم، الان برمیگردم. مشکل چی داشتی اینجا؟ مریض آورده بودیم. مریض واسه کجا آوردی؟ همینجا دکتر است، مریض است، مریض است که دکتر بردیم. شما گو خوردی نباید بری افغانستان. ایران چیکار میکنی حالا؟ ها؟ دوباره برمیگردم. باید جمشی بری اینجا ایران با گو کشیدی ها. به درد نخوره لاشی. اینجا گوشتو ببرن، اینجا سرتو ببرم. ها؟ نه آقا. ها؟ من دیگه جواب بده. سلام علیکم. جواب بده. چی؟ من دیگه نمیام دیگه. حالت کنم بیا. خب شناسنامه‌تو بده ببینم. این تاریخ تاکه مونده. بده من. شناسنامه بده من میدم. به درد نخوره لاشی افغانیه. اومد اینجا ایرانو با گو کشیدی. تاریخ تا 3 ماه وقت داری، درسته؟ خب باش، مشکل نداره. خیلی خوب. حال من میخواستم که دمی آدم لوده بگویم، احمق بگویم، مریض بگویم. بالاخره اول خود تو چی کاره هستی؟ تو چی کاره هستی؟ تو چی کاره مملکت هستی؟ تو بیادر کدام شنگ بولانی هستی که از کسی بخوای مدارک بخوای یا کارت بخوای ازش؟ تو چی کاره هستی؟ اول تو اینمی تکلیف تا معلوم که تو چی کاره هستی. بعدش خو او آدم در قانونی آمده در اونجا در کابل سفارت خود جمهوری اسلامی ایران برش ویزا صادر کرده، ویزا داده، پولش گرفته. او خو غیر قانونی نامده اینجا، او خو قاچاقی نامده که اینجا خود اثر از او اعلام میکنی که برادر تو چرا در ایران آمدی، اینجا ایتو نکو اوتو نکو. تو چیکاره هستی؟ بعدش خود تو هیچ اول همون فرق بین پاسپورت و شناسنامه را نمیفهمیده و میگه شناسنامه تا برای من بده که شناسنامه. خواهش ما از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران این است که جلوی یک همچه آدمای احمق لوده و مریض بگیره. اگر نه خدای نخواسته از این اتفاقا اگر زیاد شوه، باز کدام جنجال کلان بین مهاجرا و برادرای ایرانی ما خواد افتاد. بخیر و سلامت باشین.